پریزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان ازمونی فروغ صبحی دانایی کتاب است برگزار شد و در این آزمون من با پیشنهاد تقوایم سفر و خسرو اشتراک ورزیدم و در دور دوم جای یکم را گرفته در اینجا هستم و میخواهم کمی هم باشد با همجنسان میخونم رقابت ورزیده در این آزمون غالبیت به دست بیارم. آفرین. آفرین. من بیننده من نمیخوام وزیر افسوس که جای اون رفتن جواب دادیم روی خطی از روی حکمات هم بسیار راحت میشن وقتی نگاه روی خط هم میبینن من در بطوری که بسیار مطالعه کرده است زمیره ما اینجا شما بینید من یک بار رفتن چی میتوانیم ما پرسیم یا اشتراک کنیم بباشم خوش که باشد منم نموی ادبیات‌های خونده شده‌تون در جا پیشنهاد شده برای از یکمون نامگوی ادبیات‌هایی که ایلاوگی شما هم بود خونده آفرین. اما داستانی نای نامه از مثنوی معنوی بیشنو از نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند که از نیستان تا مرا ببریدند از نفیرم مرد و زن نالیدند سینه خواهم شرح از فراق تا بگویم شرح دردی اشتیاق هر کسی کو دور ماند از اصل خیر باز جوید روزگاری وصل خیر من به هر جمعیت نوا شدم جفت خوشحالان و بدحالان شدم هر کسی کو دور ماند من به هر جمعیت نوا شدم جفت خوشحالان و بدحالان شدم هر کسی از زنی خود شد یاری من از درونی من نجست اسراری من سیری من از ناله من دور نیست لیک چشم و گوش را آنور نیست تنزی جان و جانزی تن مستور نیست لیک کردی دیدی جان دستور نیست تشکر باشد شما میرزا کسب چسبیده بر میرزا کسب ده دست و ده درد و کسب اون هفته شد درد شکم سلام مورچه ها دو مورچه آیند اگر با هم دیگر روبرو با هم رسانیده سر پس بیروند به هر سو گلچهره سلیمانی سویتو ویسنی سویتو ویسنی نپر سترونی زنده بود خنده بیسید میشکر خنده کرد آفتابش لبیره ابر گویا کرد و گوره آب شد برفی وادی و صحرا میبراید بود از زمین به هوا درختی چهارمغز درختی که با آن میفخردش تو گفتار درختی چهارمغز است آن نپنداردش چنو من روباه هستم په بیگناه هستم وح باور بکنه نه عیارم نه مکارم برای مردم به آزارم روزانه جایم آغوش غار است چون درآید کارم شکار است من روباه هستم په بیگناه هستم خنده کرد آفتاب و شعله بیریخت از عبدالسلام دیوتی بهار است مرحمت خنده کرد آفتاب و شعله بیریخت خنده کرد آفتاب و شعله بیریخت ابر گویا پرس کرد و گریخت آب شد برفی وادی و صحرا میبراید بو از زمین به هوا میوزد هر نفس شباله کیند از نیهالان گرفته بوسه ایگر گرگوری فورنی شماسی بهار کرده از خواب خود را بیدار میبخشید شما جلسه که کتابی منتخب داستان‌های مثلا معنوی را شما از خود کردید شما اینا را با طرز نظمیش اصلیش از یاد کردگید یا بله با طرز مثل افسانه مضموناً شما از خود کردید یا که از یاد شعر بری نه؟ نه حکایه برای از یاد کردید
در شکل نظم. نصر. انا گوش کنید. خیلی همون دوستانی دانشمندی زباندان و کشتیبان. در یک مکان یک دانشمند بود. او برای دانش خودش بسیار فخر میکرد و یک روز در یک کشتی نشست و به کشتیبان گفت تو مگر زبانی نحو را خونده ای؟ گفت من نه از زبانی نحو فهمیدم و نه چیزی میدونم. من تنها کشتیبان هستم. ای گفت تو آنقدر چیز را نمیدونستی. من همه چیز را میدونم و باخبر هستم که در همون زمان یک طوفان برپا شد و کشتی چنان به غرق شدن نزدیک بود و کشتیبان گفت اکنون خود را به آب پرتاب تا شنا کرده از آب بیرون برآیی. و دانشمند گفت من نمیتوانم شنا کردن. و کشتیبان گفت چی خیر تو از علمی نفس میدانی و شنا کردن را نمیتوانی؟ تو چقدر خود دانشمند یا عالم شماری؟ عالمی که میتواند همه چیز را داند باید از همه کارها به یگان مشکلی برآید. آفرین. داستان خر آبفروش و اسبان تازی. مختصر. در یک جا یک خر بود. صاحبش آن را بسیار به آبکشی عذاب میداد و یک روز پاسبان اسبان پادشاه دوستی او بود و خر او را دید و گفت چرا خرت اینقدر زخمی شده است؟ مگر تو این را چیکار کرده ای؟ گفت هم بیخوراک مانده است و هم کار بسیار میکند. بیا گفت من را به نزد اسبان پادشاه برم و او را چیز بردم و بافیت میکنم. و آنجا رفت و خرهای اسبای بردم و بافیت و در تکلیفشان گفتگی و همش اجازه در پیششان گفت خدایا چرا این ما را اینقدر زیبا آفریدی و اینقدر ناز و نعمت داده ای و بر من نداده ای. در همین تشکر زمان زیاد. تشکر. نماینده اون پروتکلتون کنیم. برای زمیره قرصک.